انترن کشیده دیشب کی بوده؟ من بودم آقای دکتر. بفرمایید. خب کدوم کیس رو میخواین معرفی کنید دکتر؟ یه کیس جراحی از آقای دکتر بیماری آقای 23 ساله‌ای بودن که با چیف کامپلینت درد شکم اومده بودن و دردش از دیروز شروع شده بود و به پهلوشون هم تیر می‌کشید. ما بیمار رو بستری کردیم و واسهشون سرم شروع کردیم و آقای دکتر مریضتون مجرد بودن یا متأهل؟ مریض مجرد. بعد مریض رو ما بستریشون کردیم تو اورژانس و براش سرم گذاشتیم و یه خورده مخدر گذاشتیم که دردش کم. شما های دکتر؟ الان باید تشمیه های دکتر؟ خواب براشون سرم گذاشتیم و ضد درد گذاشتیم. الان شما استاجری انتر؟ من انتر هستم. اینجوری که شما چرا دادی؟ ما فکر کنم دانشجو هم نباشید. و شما اینترنی های دکتر؟ بله اینترن داخلی هستم. مریض بدحال داشته. پس کشید بودم فیکس مریض بدحال بودم. مریض بدحال داشته. اتیکتتون که دکتر؟ اتیکتم تو اون جیبم. که باز و همینجوری واسه بفرمایید خواهش کنم بیرون های دکتر. بفرمایید. ببخشید نداریم. بفرمایید بیرون. اگه اجازه بدید بشینم استاد. نه خواهش کنم بفرمایید. اصلا امکان نداره. بفرمایید. دکتر چست هم گرفتید از مریض؟ بله آقای دکتر. چستشون هم اینجا هست. چستش اینجاست. تشبیه بخونید ببینیم چستش چیه. دکتر لطفا این عکس رو اول از همه عکس درست کنید. بسیار عالی. ادامه بدید. مریض اسمش که آقای عبدالحسینی هستن. تاریخش هم که واسه دیروزه. هواش که خوبه، همینش هوادار رو رفته و همینش استخوناش هم که خوبه و دیده میشه و نمیدونم فقط بیرونیه. اینا هم که باید استخوان‌های لگنش باشه. خب آقای دکتر توی اورژانس دیگه چه کار دیگه برای بیمار انجام دادیم؟ ما برای بیمار باریومنما هم انجام دادیم. شما برای ما توضیح بده که اندیکاسیون باریومنما برای این بیمار چی بوده؟ والا ما همونجوری که سونوگرافیش که نرمال بود گفتیم یه باریومنما بکنیم. آخه آقای دکتر قرار نیست که هر بیماری که در اورژانس میاد داخل با درد شکم باریومنما بشه. نمیدونم آقای دکتر، نه فکر نمی‌کنم. رزیدنت ها بلند شید آقای دکتر رو باریومنما کنی که این خاطرش باشه دیگه هر مریضی رو باریومنما نکنه. برداره این تلفن رو. بله اینترنت داخلی. اینترنت داخلی. بله؟ بله خودم بفرمایید. یه مریض باشه الان میام هستم. اسمش هم ببینم الان. کجایی دکتر؟ آقا پولم دکتر مریض انجی آی بیلدینگ داریم. انجی، تی آر، واشینگ انجام میدی، شرایط هم ناقص نباشه ها. یو بگو کولونوسکوپیش هم بکنم دیگه دکتر. آقای احمدی؟ آقای احمدی مشکل چیه؟ خون بالا میارم. که اینجوری شدی؟ دیروز. ببین من یه لوله‌است باید از طریق بینیت بذارم توی معدت. میذارم حالت تعبا داری. تحمل میکنی؟ از دهنم نمیره؟ نه دهن نمیشه. این بینیه. انجی. تحمل کن.
چرا اینجوری شدی؟ چرا اینجوری؟ ایشون یه فرکچر تو دوستان اونلاینشون داشتن آقای دکتر دارن براشون گچ میگیرن. خب معاینه کامل انجام دادی؟ بله کامل. هیچ مشکلی نداره؟ نه مفاصل فقط دیگه همین هیچی؟ دستشون هم. بابا جان اون که شکسته هیچ مفاصل دیگه مشکلی نداری؟ اینجا چی شده؟ این که شکستگی باز خانم دکتر. آقای دکتر ببخشید من اینو فکر کنم با یه دوست دیگه‌شون اشتباه گرفتم. ایشون دستش خانم دکتر مریض مرد. دکتر جان چی شده باز؟ اون رو لطفاً باز کن دیگه، اونجا مشکلی نداره عزیزم. آخه این چه کاری؟ شکستگی باز همینجوری به اینجوری کار می‌کنی؟ ما واسه بریم ببین این داستان میشه برام، سیرکولش کن بره. من حوصله ندارم رفت. بیا. بله اینترنت روان؟ اینترنت روان مایی داریم اینجا. بله منم. تو مایی پوست نیستی؟ من روانم. بیا با گوشی با تو کن. بله خودم بله اومدم